در مرحله نخست خاک از معادن با خواص شیمیایی متفاوت به کارخانه ارسال می‌گردد. آزمایشات اولیه بر روی خاک صورت می‌پذیرد. پس از این مرحله خاک توسط ماشین‌آلات سنگین وارد دستگاه سنگ شکن شده و به دانه‌بندی‌های مورد نیاز تبدیل می‌گردد. پس از انجام مراحل سنگ شکن، مواد اولیه توسط نوار نقاله به سیلوهای PDM هدایت می شود.